سلام دوستان، امروز بهتون میخوام یاد بدم که چجوری میتونین اطلاعات از دست رفته، حالا چه تو موبایل چه تو فلش مموری و هارد دیسکا رو بتونین بازگردانی کنیم. با ما همراه باشید. خب دوستان ببینید، در درجه اول بهتون بگم چه اطلاعاتی قابل بازگردانی. توی گوشی ها اطلاعات قابل بازگردانیه که یک، به صورت دستی پاک شده باشه. دو، شما به اصطلاح کویک فلش زده باشین یا حالا فلش سریع یا سطحی زده باشین. این اطلاعات قابل بازگردانیه. اما اینکه گوشی وایپ دیتا خورده باشه، دیپ فلش شده باشه یا هارد بنا به دلایلی مشکل پیدا کرده باشه و اطلاعاتتون از دست رفته باشه، اطلاعات قابل بازگردانی نیست. حالا هستن برنامه‌هایی یا مثلا دستگاه‌هایی که بتونن اون اطلاعات رو هرچند کم به دست بیارن، ولی واسه افراد عادی یا واسه ما تعمیرکارا قابل بازیابی نیست. و توی فلش مموری ها هم باز همون راه رو شامل میشه. شما اگر کویک فرمت زده باشین، دستتون خورده باشه، اطلاعات پاک شده باشه، رمزگذاری کرده باشین روی فایلاتون، این اطلاعات قابل بازیابیه. اما اگر شما دیپ فرمت زده باشین یا فرمت عمیق زده باشین یا فلشتون حالت ویروسی شده باشه یا مشکل پیدا کرده باشه حافظش، این اطلاعات باز قابل بازیابی نیستش. عرضم به حضورتون که حوزه های فلش مموری و موبایل ها جدا جدا هستن. حالا نرم افزارهایی که واسه برگردوندن اطلاعات توی گوشی های اندرویدی استفاده میشه، یه برنامه حالا اپلیکیشنی هست که رو خود گوشی نصب میشه، به نرم افزار دامستر هست. حالا هم توی گوگل پلی وجود داره، هم توی سطح اینترنت که شما میتونید تهیه کنید و گزینه دیپ اسکنش رو که بزنین اون میاد برای شما اسکن میکنه. حالا داکیومنت هایی که دارین، عکس، ویدیو و موزیک، این سه تا کاتگوری رو براتون بازیابی میکنه، ولی تا یه حدودی میتونه براتون بازیابی کنه. خب دوستان، اولین برنامه‌ای که برای ریکاوری فلش مموری و هارد دیسک وجود داره برنامه تنورشیر هست که این برنامه پولیه، ولی شما میتونین تو سایت‌های ایرانی غیر پولیشو دانلود کنین که آموزش کاملش توی خود سایت ها هست، ولی خب به دلیل محدودیت هایی که تو سوشال مدیا وجود داره من کامل نمیتونم براتون توضیح بدم، ولی خب تو سایت ها برین آموزشش هست. و این برنامه رو شما نصب میکنین، فضاش به این صورته. من اول بذارین که من این فلش رو یه بار فرمت کنم. البته این الان هم چیزی توش نیست. خب فرمت میزنم، دوباره مجدد میبینید توش خالیه و وقتی فلش رو دوباره وصل میکنم و برنامه رو اجرا میکنم، حالا اینجا داره دیسکو میخونه. خب اینجا هارد دیسک منو خوند. توجه داشته باشین شما دستگاهی که وصل میکنین، حالا میخواد هارد باشه فلش باشه فرقی نداره، اینجا براتون لیستش میاد. من الان این فلش 2 گیگا رو وصل کردم. وقتی میخوام اطلاعات رو ریکاوری کنم، میبینیم من میرم روش، اینجا گزینه اسکن میاد. رو گزینه اسکن که بزنم، اینجا من میتونم حالا دسته‌بندی نوع فایلی که میخوام به اصطلاح بازیابی یا ریکاوری بشه رو میتونم انتخاب کنم. حالا چون نمیخوام خیلی طولانی بشه، فقط رو فوتو کلیک میکنم و اسکن اونلی فوتو رو میزنم و اینجا میاد برای من در حال جستجو هست و داره اطلاعات این فلش رو ریکاوری میکنه. خب ببینید دوستان، الان تقریبا 444 تا فایل پیدا کرده به حجم 49 مگ که تقریبا مثلا ببینید اینجا مثلا این تصویر رو برای ما پیدا کرده. حالا قسمت JPG میریم میبینیم این عکس‌ها هم برای ما که قبلا توی فلش بوده رو کامل پیدا کرد.
خب این از قسمت ریکاوری کردن اطلاعات. و یه قابلیت دیگه اضافه‌ای هم که این برنامه داره ریپیر کردن آن اوپنیبل عکس و ویدیو هست. حالا عکس هایی که یا ویدیوهایی که توی برنامه ها باز نمیشن یا باز میشن ناقصن، یعنی مثلا نصف عکس فقط سبزه یا پیکسلی شده، اینجا شما میتونید با این قابلیت ها، حالا یه عکسی چیزی داریم میتونید اینجا اضافه کنیم و وقتی ریپیر رو بزنین این میاد براتون عکس رو درست میکنه و شما میتونین با کلیک کردن روش حالا میتونین خروجی بگیرین و یه جایی از داخل سیستمتون ذخیره‌اش کنین. برنامه بعدی که وجود داره برنامه Alt Data for Android که شرکت سازنده جفتشون شرکت تنورشیر هستن که این برنامه هست برای بازیابی اطلاعات از گوشی. فقط این نکته رو بهتون حالا شاید قبلا نگفته باشم یا اگرم گفتم دوباره میگم، اطلاعات زمانی بازگردانی میشه توی گوشی که گوشی فلش، وایپ دیتا یا فکتوری ریست نخورده باشه یا هارد گوشی مشکل نداشته باشه. اگر این مشکلات باشه اطلاعات بازگردانی نمیشه. و یه قابلیتی حالا داره اینجا به عنوان ریکاور لاست دیتا. حالا شما مثلا اومدین اشتباهی دستتون خورده یه عکسی رو، یه مخاطبی رو، یه فایلی رو پاک کردین و میخوایم بازیابیش کنیم. فقط تنها نکته‌ای که وجود داره گوشی باید تو حالت ADB وصل بشه. حالا کسی که تعمیرکار موبایل نیستن یه توضیح ساده راجع به ADB بدم. شما باید برین داخل تنظیمات گوشی، قسمت دیولپر آپشن یا به فارسیش گزینه توسعه دهنده و گزینه USB دیباگینگ یا اشکال زدایی USB رو فعال کنید و بعد از اینکه اون گزینه رو فعال کردین گوشی رو به سیستم وصل کنین تا گوشی شناسایی بشه و وقتی روی این گزینه بزنین، حالا اینجا به من گفته که دستگاه رو باید وصل کنم به سیستم، من فعلا در حال حاضر دستگاه در دسترس ندارم و کاری هم نداره. شما بعد اینکه دستگاه رو وصل کردین اسکن رو میزنین و اون میاد اطلاعاتتون رو اسکن میکنه و فایلایی که از روی سیستمتون پاک شده رو به شما داخل سیستم نشون میده.